Hello Persepolis, hello Iran, see you in Tehran. سلام دوستان، خوش میگذره. بریم واسه بیوگرافی اورونوف. استون اورونوف متولد 2000، فوتبالیست اهل ازبکستان که تو پست هافبک هجومی و وینگر واسه باشگاه پرسپولیس بازی میکنه. نام کاملش استون رستم اوگلی اورونوفه. تو شهر نوایی که نام قدیمش کرمانا بود به دنیا اومده. قدش 181 سانتی متره. از باشگاهی که تو اون بازی کرده میشه به پاختاکور، نوبهار، لوکوموتیو، اوفا روسیه، اسپارتاک مسکو و اورال یکاترینبورگ روسیه اشاره کرد. او 2 بازی مقابل نساجی و 1 بازی مقابل تیم ملی ایران انجام داده. فرصت رو با هم دیگه ببینید، توپ میاد خطرناک و گل سوم روی نیمکت بشینه که دروازه تیمش باز شد برای بار سوم. به پای راستش فقط دقت کنید چقدر ساکن بازی میکنن مدافعین شما رو گوشو میزنه بازیکن ایران، تبدیل پاس گل میشه اونجا. البته اورونوف تو جام ملت‌های آسیا موفق به گلزنی و پاس گل نشد و کلاً عملکرد خوبی نداشت. او 13 گل باشگاهی و 5 گل ملی تو کارنامه‌اش داره. به نظر شما اون میتونه تو لیگ ایران موفق بشه؟ شما ماشاریپوف رو ترجیح میدین یا اورونوف رو؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.